هنرمند و برجسته کشور ما کامبوزیا پرتوی با شما صحبت میکنم. سلام به آقای خاتمی، سلام به خاطره خوب 2 خرداد، سلام به حماسه بزرگ 22 خرداد. امروز خیلی احساس بزرگی میکنم. 4 سال احساس حقارت میکردم. 4 سال با هر سفر رئیس جمهور به استان، به روستا، به خارج از کشور من احساس حقارت میکردم. چهار سال از هر تریبونی که دستشون میگرفتن من احساس حقارت، کوچکی میکردم. وقتی که جواب نامه هر روستایی کشورم یه ترابل چک بود من احساس حقارت میکردم. وقتی که فقر تمام ایرانو گرفت من احساس حقارت کردم. اما یک چیزی بیشتر از همه این حقارت ها منو اذیتم میکرد و اون هم دروغگویی بود. چهار سال همه چیز رو با دروغ پنهان کردند. فقط با تریبونی که دستشون بود و ما نداشتیم. 4 سال یک آدم کوچولو منو کوچولو کرد. و حالا منتظر 22 خرداد هستم. موفق باشید.